سلام، فرهاد هستم. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. موضوع این ویدیومون چراغای پرنوره که همکارا یا ماشین‌های سواری استفاده میکنن. متاسفانه این نوع چراغا به مردم که چشم آسیب میرسونن. بعد عرض کنم خدمتتون باعث میشن که دید ماشینی که رو به رو میاد خیلی کم بشه، باعث تصادفات میشن تو شبا. نیازی به چراغای پرنور نیستش. این خطایی که روی جاده وجود داره برای تشخیص جاده دو تا بریدش کافیه که شما تشخیص بدین که کدوم ور داریم میریم. نیازی هم نیست که زیاد به جلو دقت کنیم. بله، آدم یه نگاهی میکنه که جلوش مانعی نباشه، ولی با چراغای پرنوری که شما دارین هم تو مواقع هم توی جاده باعث میشه که ماشین روبرو اذیت بشه، نتونه جاده رو پیدا کنه. ولی من نمیدونم حالا دلیل این استفادهتون از این چراغا چیه. حتی همکارای محترم واقعا اذیت میکنه ما. مواظب خودتون باشین. انشالله همیشه روزگار به کامتون باشه. دوستتون دارم.